انسان و با دوران فوتبال و نفران کلال خصوص فوتبال میکنیم چون دسته مذکور همچون دسته بازی میکند. متوجه میشویم با این هجوم توسط کنار حمله خیلی خوفناک به نظر میرسد. پرتاف به داخل جریمه گاه و ماز و یک نفر دیگر در نزدیکی است. این اکبری شلدری رش است که بازیگذاری انجام داده میشود. پرتاف به داخل جریمه گاه ضربه و 31 نودربک ابراهیموف و رقم 13 عبدالبازی مسعود میتواند خوف و خطر ایجاد کند. ضربه به طرف دروازه عبدالخلیل بر همین خیلی بیشتر باشند، یعنی امکانیت توی ضربه زنی اگر پیدا شوند باید شاروخ سنگا ارسال با داخل جریمه گاه ضربه با سر و بهترین حالت بهترین وضعیت توجه میشویم مسئول همه که ضربه زده شد فقط روی صبح 0-0 و اتمام رسید پرتاف به داخل جریمه گاه ضربه به طرف دروازه امکانیت بهتر کرد ولی به نتیجه احتمالا نه توسط کنار به هجوم میگذرد. ضربه از فاصله دور ضربه خیلی قوی بود و خیلی خوفناک این ضربه را به طرف دروازه اورانوف دو کوشش کرد و اینجا باشد مشاهده میکنیم که احتمالا خیلی خوب بازی کرد. بعداً پرتافتیو به حجی اکبر اوزاقوف و ضربه زده حجی اکبر تویر مومنوس مربی دسته فایزکان در منطقه تکنیکی خویش بازی را البته تماشا دارد و در اندیشه آن است که چگونه میتواند با این بازی تغییرات وارد کند. امکانیت برای فوتبال بازیکن دسته روشن از پا میافتد انور مرادوف و دوور به قدم قرار می آید. در این حال توجه به دوور بازی امروزه کارت سرخ بله ارتش محمود پیروف بود. اینجا داروجان ارگشی بله قاعده بازی فینال کرده شد. علکی میتوانست یک با یک براید و با ضربه و اینجا پرتاف با داخل جریمه گاه ضربه با طرف دروازه بهترین امکانیت گلزنی بود. خیلی وضعیت خوفناک امیرجان زاده این در نقش دفاعگر مرکزی است جای دروغجان ارگشی رو موضوع گرفت و خیلی ضربه خوفناک بود. ضربه به طرف دروازه بهترین حالت گلزنی و بازم یک ضربه دیگر و ببینید چگونه وضعیت‌های خوفناک هستند اما فوتبال بهترین فرصت گلزنی داشت. بار دیگر متوجه میشیم سر اولا همین ضربه خیلی هم عالی بود که دروازه‌بان را برطرف کرد. فکر کنم بنیاد شد بازی مذکور برقرار و استوار بازی کردن میتواند. ضربه به طرف ولی این نوبت هم ضربه زده یو از بالای دروازه از میدان بیرون شدند در حالی که فایزکان در قسم بیشتر نیمه دوم رقابت با شماره کمتر بازی